Bitspark شرکتی هانکونگی و یک سازمان رشد بازار مالیا AltFinLab اصولی کاملا نوی انتقال پولرو در تاجیکستان به کار انداخته‌اند. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد که بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان به راه ماند. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکزی برنامه‌های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح سال جاری به میان آمد و اجراش از سال نو 2018 باید شروع شود. او در شرح این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نوی انتقال به طور مستقیم پول فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نوی بلاک چین پیوست می‌کند. مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول مهاجران کاری به شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند و گفته این سازمان بین‌المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فایز یا کمیسیون انتقال پول بلند است. تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک‌های تاجیکستان 39 دقیقه‌اش را ضایع می‌کند، در حالی که تکنولوژی‌های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین میبرند. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی‌اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقال پول هستند. بنابر مشاهده تحلیلگران این سازمان عین زمان درصد یا فایز انتقال پول توسط سیستم‌های رایج به مثل زلاتای کرون و یا مانیگرام و دیگران از 1 تا 3% است. به حساب میانه مهاجران کاری برای انتقال $250 $5 حق می‌سپاریدند، اما در صورت به کار درآمدن نظام نو میزان فایزها 1% کمتر خواهد شد. خانم پتروویچ میگوید طبق نظام کنونی مهاجر به بانک رفته منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کوهستان به سر میبرند پول خرج کرده به مرکز ناحیه به اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار درآمدن نظام نو ضرورتی به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. به گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبیلی دسترسی دارند. کارشریک این طرح نوی برنامه رشد سازمان ملل متحد شرکت بیتسپارک از هنگکنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نوی بلاک چین به راه مانده است که وابسته بانک ها نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم وصل میکند. بیتسپارک خود را نخسته شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلاک چین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت‌های معمولی انتقال پول کم خرج‌تر است. بیتسپارک امیدوار است که این نظام در تاجیکستان که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کاری‌اند جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان آن خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سندی خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورت رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرد نیز در کوهستان میتواند کارشریک آنها باشد که آدمان از آنجا آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانش را از خارجه میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل برای اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند. شهرت صلاح‌الدینوف رهبر ریاست پرداخت بانک ملی تاجیکستان روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت باید پیش از همه باید که از بانک ملی تاجیکستان اجازه‌نامه همین گذراندن چنین عملیات‌ها را باید گیرد. تا چنین عملیات نداشت اجازه‌نامه نداشته باشد و حقوق گذراندن عملیات‌های بانکی ندارد. معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند.